سلام به یه ویدیوی دیگه از چنل دیریم ایرانی. خب امروز با آقای متین کوش اومدیم تا یه ذره سوروایو بکنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، با فقط چند ثانیه زمان میبره و این کار کاملا رایگان. لطفا لایک و سابسکرایب کنین. بریم برای ویدیو. خب الان چی کار کنیم؟ متین بشین باش. داخل ماینکرافت بشین. بزن. بابا پشت کن. اوف عجب چیزیه. خب بریم. اصلا بازی دیگه بریم یه ذره سوروایو کنیم. بچه متین هم یه چنل داره، البته تازه ساخته، چند ماه پیش ساخته شد. برید اونم سابسکرایب کنید. حالا اسمشو نمیدونم، بعدا میریم میبینیم داخل کامنت ها برام. برید اگه خواستید اونم سابسکرایب کنید، نه خواستید منم سابسکرایب کنید. حمایت خیلی بزرگی میخوام. کامنت انگلیسی هم بذارید تا سابسکرایبتون از بین نره. بچه راستی ما ادیتوری نداریم که بخواد بیاد میم و اینا بذاره که شما خنده بگیره، ولی حالا سعی میکنیم اونم اوکیش بکنیم. کسی ادیتور هست به من بگید. بچه حتما چنل منو سابسکرایب کنید. سابسکرایب و کامنت و اینا یادتون نره. سوروایو کنید. دیگه هیچی نمیگم من. این درخته چقدر شبیه انه. یه چیز انداخت. خیلی انه. این چیزا انداخت. کو کجای تو؟ بابا خود درخت دیگه نهاله. من برم داره غذا جا. بچه‌ها ما یه چیز دیگه هم ساختیم، یه مپ دیگه هم ساختیم که تو اون چیزه، تو چنل متین اونم بریم ببین. اونو میذاریم تو چنل. تو چنل متین البته. تو اون تلاش کردیم، البته یادمون ویدیو بگیریم ولی تلاش کردیم حداقل دایموند 64 دایموند پیدا کردیم و بقیه‌اش هم براتون میذاریم که دیگه بریم اندر دراگون رو بکنیم. آقا لینک چنل متین هم تو دیسکریپشن هست، برین اونم ساب کنیم تا یه خونه هم حالا قراره خیلی چوب سنگ. آقا حالا یه ویدیو دیگه درباره ماینکرافت کلیپی پاستا میخوام بسازیم. اولین قسمت کلیپی پاستا اگه تونستم اونم براتون میذارم. خیلی ویدیوی باحالیه. اگر
خاک برس. یادم رفت این کارا رو بکنم. یه کاری الان میکنم یه جا بیارش. بیا من یه بیل برات میسازم، برو بکن. بذار ویدیو دوباره خب آقا یه ذره غذا بیا جور کنیم، الان برای شب تخت نداریم. بابا بره وایس یه دونه قاشق هم بزن. منظورم بیله. بیا الان گوسفنده داره میگه بیا با پشمان بازی کن. الان میام میکشم. بیا این بره ها رو بکش. پشمشون نیاز. بابایی تو بازی گوشی بابایی بچه بابایی چیز. آقا بیا این یه دونه پشمو بگیر. گوسفند 3. الان چند تا پشم داری؟ 3 تا. خب سری بیا یه دونه تخت بسازیم. بیا. چوب داری؟ آره. خب بیا که رفتین تیبل گذاشتم. بودو الان زامبی ها میخورن. تو بذار بخوابیدم. هی روزی از نو. خب یه باید بریم الان دنبال ویلیجر. نه تو برو بگرد تا من ازار غذا درست کنم. نه کم سنگ بزنیم. نرفتم سنگ بزنم. گوشنمه. ببینم دیگه چی میتونم بسازم. آها برای ویلیج پیدا بکنیم یا به نظرم اگه هم ویلیج پیدا نکردیم باید قاری اگه گرفتیم بریم اونجا نظر ما من دارم غذا بگیر گوش یا علی کریپر کاش میشد میگفتی بدونم من چی کردم. کشتم. تو کجایی؟ بیا تو غذا تو بهش بده. آقا چطور زیر زمین چوب میزنن؟ دکتر چوب زدن در زیر زمین. چرا با چوب میای بالا؟ حیفه. بیا اینو بگیر غذا تو بگیر دیگه. غذا تو انداختم. چه رفتین تیبل که دارم من. بیا اینجا تا من یه ذره چوب بسازم. حالا چی کار میخوایم بکنیم؟ سری بود غذا
تا بند و سلاح جمع کنیم بریم. داری میسازی؟ حالا کار تمام شد. بهم بگو. بابا شمشیر به کار کسی نمیاد. شمشیر وقتی خوبه که بخوای بهش انچنت بشه. دو تا سنگ بیشتر نگه. 2 تا سنگ 3 تا سنگ. بیا بریم. گوسفند بزنیم. ول قایق. آقا خب بیا بریم دیگه. کجایی؟ منو نمیبینی؟ بریم. بریم. ما آب نداریم به دست صورتمون رو غذا رو خوردیم. اگه یه کار بزرگی هم پیدا کردیم ویلیج رو بیرکنش. ببین اگه آیرون یکی پیدا کردیم هیچ کدوممون استفادهش نمی کنیم. باید 2 تا پیدا کن. میدونی چرا؟ برای اینکه بتونیم یه دونه چیز بسازیم. تبر. میگم تبر نه سپر. واقعیت هم یه منطق داره. چطور ماشین وقتی میره داخل آب میسوزه ولی وقتی خودمون میشوریمش نمیسوزه بدنش. ها؟ برید چیزی بزن اینجا بریم. برو اونور. آها. بابا بیا بالا.
میخوام ببینم با تخت میشه رفت بالا. نه بسا بیایی بر بیایی. اوی خدا افتاد. برو بر. ادب 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 ادب. این رنگه چقدر واضحه همه جا. نحوه پیدا کردن ویله جایی گفتی؟ چطور؟ میری بالا چانکاتم تا ناموس میبری. برو. آقا یه غار دیدم انگار. بیا بعد اینجا بریم پایین. آقا یه کلاش میخوام بکنم. یه کلاش نمیخواد بکنی الان میری. بابا نمیری. حاجی شد دیدی؟ به هر حال من دیریم ایرانی هم. اینجا یه غار هست. نه غار خطی نمیشه. فلفل نبین چه ریزه بشم ببین چه تیزه. اگه کجا رفتی بابا؟ آها